دوستای عزیز، سلام مجدد. ما امیر لحظه در ممثل بند قرقی افغانستان این در کشور شایعان در پارک اوکیس مسابقه یا فیستیوال گودی پرانبازی به اتمام رسید، ختم بشه، حال برندای جوایز اعلان میشه. ولی پیش ازی از کمپانیای عزیز و گرامی افغانی که این برنامه را اسپانسر کردن، تحائف فرستادن، جهان سپاس. اول از کورس موسیقی مولانا که به ابتکار علی جان عمری و تیمور جان ظاهری اثرگذاری شده و تحائف دارن، از پیشان تشکر میکنیم. بعدا از آسیب جان صالحی آریان تراول که در خدمت شما در مورد خرید تکت و ویزا قرار دارن سپاس میکنیم که همیشه برنامه فرهنگی را اسپانسر میشه. از کمپانی بزرگ مختار، کمپانی اکسپورت امپورت، کمپانی بزرگ دیتان سپاس و تشکر میکنیم. اجازه بدین که اولین برنده فیستیوال گودی پرانبازی امروز به شما معرفی کنیم. عظیم جان نوری با بریدن 3 بار گودی پران حریف خود برنده مسابقه درجه اول شدن به افتخار شکف جانانه. توفیه که انجینر صاحب برازی در نظر گرفته شده به مشفق صاحب بتن که برشان تفویض کنن. به افتخار عظیم جان نوری باش که همین شایستگی که جمع حاضر هستم و شرکت‌های میکروفون هم همین شرکت‌هایی که لطف کردن که با اسپانسر کردن و همین جمع حاضری که اینجا آمدن و از شما خصوصا که شما زحمات زیاد کشیدید سپاسگزاری میکنم. این توفیه هم از طرف همین شرکت‌هایی که از آقای نوزادی شد او گودی کلان هم بتیبن مبارک باشه، موفقیت یک کس جانانه برای دوستای عزیز. مشفق صاحب مالک کمپانی خورشید که وارد کننده تمام مواد خوراک در سطح اروپا است، نمایندگیش در تمام کشورها است. متاسفانه ما بالا شما صدا نکردیم. برنامه دیگر شما مکمل اسپانسرش خواهید. حتما ما سهم میگیریم. برنده مسابقه درجه دوم ما شفی جان 2 بار گودی پران حریف آزاد کرده. به افتخار آزادی افغانستان و به افتخار شفی جان یک کف بزنیم. توفیه که در نظر گرفته شده به اجازه شما انجینر صاحب احمد خود شما مبتکر امی برنامه که هستین به افتخار انجینر صاحب احمد کف بزنیم که خیلی با علاقه خاصی برنامه را خواستن که منیجمنت کنند. بفرمایید. برنده صوب مسابقه امشب سید مسعود آقا که تانسته 1 بار یا 2 بار حریف آزاد بسازه از علی جان عمری خواهش مسئول کورس موسیقی مولانا. تشکر. اگه گفته داشته باشیم برشان تفویض کنیم. اینجا است که توفیق دیگه هم بیارین کسیب جان داره. آسیب جان صالحی که 1 سال میشه که فعال است و به هموطنای ما شرایط ویزا و تکت فراهم میسازد. آسیب جان برای کامرا قرار داره که در خدمت شما همیشه برنامه فرهنگی را اسپانسر میشه. بفرمایید. موفقیت بیشتر به شما میخوایم. تشکر از این کامل این اشتراک. ان شاء الله ما یک برنامه بزرگتر میسازیم که تمام افغان‌ها سر اروپا بیاین و این اشتراک بذاره چون یک بسیار کار فرهنگی خوب است. تشکر از دوستای عزیز. کمی لحظه ما را میبینین میگه با هر دلی که شاد شد شاد میشه. آباد هر کی گشت من آباد میشم. حفظ نگهداری و رونق دادن فرهنگ کشور
وظیفه هر کدام ما به افتخار حفظ و رونق و نگهداشت فرهنگ والای کشور ما یک کف جانانه برنامه ما اینجا ختم شد. تشکر. اینجا به شما تشکر.